اگر گروهی وجود دارد که دین برشان نرسیده باشد در حالی که الله میگوید که حجت را تمام کردم، اگر وجود دارد پس مؤاخذه نمیشان در آخرت مثل سقراط افلاطون. در زمان سقراط افلاطون عیسی علیه السلام بود و ملحدین بودن و فلسفه خود ترجیح دادن، مثل که آلی در این وطن ما و شما فارابی و ابن سینا و این ملحدا را چقدر ارزش داده در کتابا و یا کل عمرشان در فلسفه گویی و در بیدینی تیر شد، علیه اسلام کارا کردن. لیکن در مکتبای ما بجای از اینکه صحابه را ارزشایش قائل شوند، ما را تشویق به وطن پرستی میکنه. در وطن ما خدمت کرده. چرا؟ شعر شرکی را گفته. شعر شرکی را گفته قابل قدر است. شفاخانه ها و مکتبا را به نامهایش نام مونده. صحابه را ارزشایش قائل شوند، ما را تشویق به وطن پرستی میکنه. در وطن ما خدمت کرده. چرا؟ شعر شرکی را گفته. شعر شرکی را گفته قابل قدر است. شفاخانه ها و مکتبا را به نامهایش نام مونده. شما مطالعه بکنید تاریخ فارابی را، ابن سینا را و دیگه شد که وا ملحد بودن یا مسلمان. افغانستان کور است. خلاص کسایی که دین برشان نرسیده در قله کو زندگی کرد، الله متعال در روز قیامت زنده میکنه، شد در مورد امتحان قرار میده. اگر در امتحان کامیاب شد جنت میره، اگر نشد جهنم.